میرسیم به بحث DNA. DNA مخفف کلمه دیاکسی رایبو نیوکلیک اسید که من این رو از قبل اینجا نوشتم که شما از تماشای نوشتن من شکنجه نشید. DNA کوچکترین واحد وراثته که اطلاعات ژنتیکی ما رو ذخیره میکنه. خب DNA رو البته سالها و ماهها و توی خیلی کلاس‌های مختلف راجبش ممکنه کسی درس بخوره. من اینجا توی یک یا دو ویدیو 15-20 دقیقه‌ای فقط میتونم مقدمات این مولکول DNA رو به شما معرفی بکنم و یه سری چیزایی که ما احتیاج داریم برای اینکه بحث بیولوژیمون رو پیش ببریم با ویدیوهای بعدی. مهمترین چیزی که من میخوام تو این ویدیو انجام بدم اینه که یک ایده به شما بدم که چطوری خصوصیات ما مثلا رنگ موی من یا رنگ چشم من میتونه توی همچین مولکولی ذخیره شده باشه. بنابراین بذار شروع بکنیم با شکل ظاهری این مولکول. همونطوری که میبینید این مولکول یک شکل خاصی داره که در انگلیسی بهش میگن double helix molecule. double الش رو جا انداختم double helix. و توی ویکی‌پدیا و بذارید اشاره بکنم که همه عکسایی که توی ویدیو خواهید دید همش از ویکی‌پدیا کپی شده. توی ویکی‌پدیا این double helix رو مارپیچ دوگانه ترجمه کرده بودن. مارپیچ دوگانه که ترجمه مناسبیه به نظر من، برای که نگاه بکنید مثل یک راپله مارپیچ، در واقع دو تا راپله مارپیچه که دور همدیگه پیچیدن و رفتن بالا. خب حالا بیایید فرض کنید که هر کدوم از این راپله ها یک دستگیره داره و پله داره. من یکی از این دستگیره ها رو میخوام اینجا با رنگ سیاه مشخص بکنم، اینطوری و اینطوری و بعد پیچ میخوره و اینطوری. دستگیره هر کدوم از این راپله ها رو در انگلیسی بهش میگن backbone. DNA backbone به معنی ستون فقرات، تو فارسی هم فکر میکنم میگن ستون. و این ستون یک ساختار پلیمری داره، به این معنی که از چند جزء ساده ساخته شده که تکرار میشن و از تکرار زیاد این اجزا ما میرسیم به کل ساختار این ستون. اجزای سازنده بکبون فسفات، گروه های فسفاتی و شکر. و چیزی که الان من راجع به این دوتا میخوام بگم اینه که فسفات بار منفی داره و شکری هم که توی DNA وجود داره دیاکسی رایبوز که توی اسم خود DNA هم اشاره میشه بهش، دیاکسی رایبو نیوکلیک اسید. این که اطلاعات وراثتی چطوری توی مولکول DNA ذخیره میشه مربوط میشه به پله های این راه پله که من اینجا اگه دقت بکنید مثلا تو همین پله بالایی میبینید که این وسط یک انفصال کوچیکی وجود داره. بنابراین من از لفظ نیم پله نمیخوام استفاده بکنم، برای که همونطوری که میبینید دو قسمت تشکیل دهنده این پله برابر نیستن با هم دیگه، طول برابری ندارن. بنابراین من این رو با بنفش مشخص میکنم و این یکی رو اینجا با قرمز. ما 4 جزء تشکیل دهنده داریم که پله ها به وسیله این 4 تا ساخته میشه. من اینا رو اینجا می نویسم A, G, T و C. A مخفف ادنین، G برای گوانین، T برای ثایمین و C برای سایتوسین که من این را دیگه به فارسی نمی نویسم، برای که فکر میکنم تو فارسی هم دقیقا مشابه همین کلمات رو شاید با یک کمی تغییر تو تلفظ استفاده میکنیم. شکل دقیق‌تر این 4 تا مولکول، این 4 تا باز عالی، این 4 تا همشون باز هستن. بذارید من این رو این ورش بکشم. اینا هر 4 تاشون باز هستن، باز عالی. و اینکه این 4 تا چطوری با هم دیگه پیوند میخورن و به چه صورت قرار میگیرن توی مولکول DNA توی عکس پایینی که به زودی میریم سر وقتش مشخص تر. چیزی که الان من میخوام بگم اینه که اولین بار یک دانشمندی به اسم آقای اروین شارگاف، اگر اشتباه تلفظ نکنم، اروین شارگاف یا چارگاف، ایشون متوجه شد که این 4 باز عالی به نسبت‌های خاصی وجود دارن توی مولکول DNA. به صورت مشخصتر ادنین همیشه با ثایمین برابر مقدارش و گوانین و سایتوسین هم با هم دیگه. به عبارت دیگه من اگر اینجا یکی از این رشته ها رو بکشم اینطوری و مثلا چند تا اسمم بهش بدم، مثلا بدم A, G, C, C, T و A،
اون وقت من با داشتن این رشته همیشه میتونم رشته مقابل رو پیش بینی بکنم. برای اینکه طبق روابطی که آقای چارگاف متوجه شد، ما همیشه میدونیم که روبروی A حتما ما T داریم و روبروی G حتما C داریم و به همین صورت همه مولکول رو میشه پیش بینی کرد. مطلب دیگه که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که بذارید من این رو یک کمی باید بکشم اینور و اینم من اینجا پاک میکنم. و مطلب دوم این که ساختار شیمیایی این 4 تا باز آلی که من اینجا کشیدم دقیقاً یکسان نیست. در واقع ادنین و گوانین A و G که این دوتا بالایی هستن ساختاری دارن که بهش میگیم پیورین و دوتای پایینی ثایمین و سایتوسین ساختار دیگه دارن که بهش میگیم پیریمیدین و اینکه پیورینا و پریمیدینا چی ان دقیقاً و چه خصوصیاتی دارن بحث شیمیه که من زیاد نمیخوام واردش بشم. چیزی که اینجا به درد ما میخوره اینه که بذارید من برم پایین اینجا کمی. دلیل اینکه من اشاره کردم به پیورینا و پریمیدینا اینه که همطوری که اینجا میبینید پیورین ها که همون A و G ان 2 حلقه دارن، بنابراین این و اینا جفتشون پیورین هستن، 2 حلقه ای هم. و پریمیدین ها 1 حلقه دارن، من اینا رو با قرمز مشخص میکنم، ثایمین و مثلا سایتوسین. و این منطقیه، همطوری که گفتیم ادنین همیشه جلوی ثایمین قرار میگیره و گوانین روبروی سایتوسین. بذارید من برای اینکه قاطی نکنیم سریع دوباره اینجا بنویسم A و T و G و C. طور دیگه ای که میشه گفت اینه که همیشه یک پیورین، یعنی همیشه یک A و یا G روبروی یک پریمیدین قرار میگیره و این منطقیه، برای اینکه اگر 2 تا پیورین جلوی هم دیگه قرار بگیرن، یعنی 2 تا مولکول 2 حلقه‌ای جلوی هم قرار بگیرن، فاصله بین این 2 تا ستون یک کمی باید بازتر بشه و اگر 2 تا پیرامیدین جلوی هم بخوان قرار بگیرن 2 تا یک حلقه‌ای، فاصله باید کمتر بشه و اونطوری نمیتونست مولکول این فاصله یکسان بین 2 تا ستونش رو حفظ بکنه. خب از پریمیدین ها من اینجا می‌نویسم T و C. آخرین مطلبی که من میخوام در مورد شکل این مولکول بهش اشاره بکنم اینه که شکرهایی که ما اینجا داریم که یکیش رو من اینجا مشخص میکنم، همین دی آکسی رایبوز ها، اینا شکرهای 5 کربنی هستند که کربن های اینا رو با اعداد 1 تا 5 که یک دونه پرایم هم بالاش میذارم مشخص میکنم. بنابراین کربن این رو مثلا بهش میگن 1 پرایم، 2 پرایم و همینطوری تا 5 پرایم. و این عدد 5 پرایمی که اینجا هست و این عدد 3 پرایمی که اینجا هست از همین ناشی میشه. بنابراین این 5 پرایم به ما میگه که این گروه فسفاتی که اینجا هست به کربن شماره 5 این شکر متصل شده و این پایین هم این گروه OH یا هیدروکسیل به کربن شماره 3 این شکر متصل شده. و حالا اگه دقت بکنید این فسفاتی که به گروه 5 متصل شده روبروی هیدروکسیلی قرار داره که به کربن شماره 3 متصل شده. بنابراین این 2 تا رشته‌ای که با هم دیگه وصلن به وسیله این بازهای عالی در 2 جهت مختلف دارن حرکت میکنن، یکی اینوری میره و یکی اینوری. به این خاصیت ناموازی بودن مولکول دی ان ای میگن انتی پرالل بودن، انتی پرالل یا همون ناموازی بودن مولکول دی ان ای. برگردیم سر این بحث که چطوری یک همچین مولکولی تبدیل میشه به یک آدمی مثل من با تمام اجزایی که بدن من داره. خب اگر کسی با کامپیوتر آشنا باشه ممکنه همین الان یک مقایسه ذهنی بکنه بین همین 4 تا باز عالی که ما داریم با همین کدای 0 و 1 که توی برنامه نویسی ازش استفاده میشه. من نمیدونم که این مقایسه تا چه حد درسته و اینکه احیانا برای فهم بیشتر مطلب اصولا ارزشی داره که من همچین مقایسه‌ای بخوام بکنم یا نه. در این حال حواسمون باشه که ما در برنامه نویسی زیست شناسی به اصطلاح 4 آلترناتیو داریم، در صورتی که در کامپیوتر ما 2 تا از اینا داریم، 1 و 0 داریم. در کل ژنوم من، ژنوم یا جینوم در واقع کل اطلاعات ژنتیک یک سلول از بدن منه و کل اطلاعات ژنتیک یک سلول من برابری میکنه با کل اطلاعات ژنتیک کل بدن من و دلیل اینه که همه سلولای بدن من اطلاعات ژنتیک یکسانی دارن. کل ژنوم من
تشکیل شده از یک چیزی بیش از 6 بیلیون تا از این اسیدهای عالی، ببخشید از این بازهای عالی، از این حروف A, T, G و C. و همطوری که قبلا گفتم تقریبا همه چیز در زیست شناسی، همه موجودات زنده از پروتئین ساخته شدن. بنابراین ما برای اینکه بفهمیم که چطوری از اطلاعات دی ان ای استفاده میشه، باید اول بدونیم که دی ان ای چطوری تبدیل میشه به پروتئین. خب بنابراین من اینجا میرم بالا و اینا رو پاک میکنم که بریم سراغ بحث ترنسلیشن و ترانسکریپشن. خب پس بنابراین دی ان ای طی 2 مرحله که مرحله اول هست رونویسی، ترانسکریپشن رونویسی، اول تبدیل میشه به یک مولکول دیگه به اسم mRNA و بعد طی یک مرحله دیگه که بهش میگیم translation یا ترجمه، تبدیل میشه به پروتئین. خب برای اینکه من بتونم ادامه بدم اول باید یک کمی با RNA آشنا بشیم. RNA یک مولکولیه که مشابه DNA. فرق اساسی که الان باید بدونیم اینه که در RNA باز ثایمین وجود نداره. بنابراین هر جایی که ما در DNA ثایمین داریم، این ثایمین و یا این T به صورت U رونوشت میشه در RNA. بنابراین من اینجا یک رشته DNA میکشم و باز دوباره اسمای رندوم به اینا میدم A, T, C, C, A, G و T مثلا. حالا اگر این رونویسی انجام بشه، و این رونویسی یک پروسه پیچیده‌ایه که خودش میتونه موضوع یک ویدیو کامل باشه و من حتما به شما توصیه میکنم که تو همین یوتیوب توی سرچ باکس حتما بنویسید که DNA ترانسکریپشن و انیمیشن های فوق العاده جالبی رو که درست کردن رو نگاه بکنید که چطوری این پروسه رخ میده. حالا اگر فرض بکنیم که این رونویسی انجام بشه، اینجا یک مولکول RNA تشکیل میشه و خب باز برای اینکه فراموش نکنیم من اینجا می نویسم A و T, G و C و الان باید حواسمون باشه که چون موضوع صحبتمون RNA، T ها رو ما باید با U جایگزین بکنیم. بنابراین روبروی A T قرار میگیره که U میشه در RNA. T A C G C G A U G C T و A. بنابراین نتیجه این رونوشت ما شد RNA که اینجا این مولکول زردیه که من نوشتم و کشیدم. تو ویدیو بعد ادامه میدم با اینکه از mRNA چطوری میرسیم به پروتئین و اساساً چرا ما به mRNA میگیم mRNA و توضیح میدم که این M از کجا اومده.